خیمگاه برسان اطفال دل سوخته شاید دلش خنک شود عباس مالوانه خیمگاه شد عمری صدا زن لشکر اگر اینا به خیمگاه برسد حسین و عباس از تشرگیش بنشیند از این ابرش جان کند از این لشکر کسی را باقی نخواهد گذاشت امیر چی کنیم ابوالفضل گفت ابوالفضل چرا باران کنید تیر و چلنی کمان گذاشتن عباس و تیر و باران نمودن ولی بچه علی هر قلب هم نمیتونه لشکر مثل مرو ملک فرار میتونه رسید تا اون جایی که ملعونی در پشت نخله خرما کمین کرده بود شمشیرش را بلند کرد به دست راستی ابوالفضل زد نمیگویم به دست راست چی کرد همین قدر بیداری که ابوالفضل شمشیر را به دست چپ گرفت با خود یک زمزمه میکنه گر مرا افتاده استم دست راست شکری حق دارم که دستی چپ بجاست با دستی چپش حمله میکنه هر طرف دشمن را میکشد و میاندازه ملعونی دیگر شمشیر را بلند کرد به دستی چپی ابوالفضل انداخت شمشیر از دست عباس به زمین افتاد بانشی کام لشکر راست خود میراند دور میکند الله الله ولی تمام همت عباس بر اینه که مشام امروز سالم به خیمگاه برسانم یک مرتبه یک ملعونی تیر را به چله کمان گذاشتم مشک عباس را نشان گرفت آب بر روی زمین ریخت عباس به خود خطاب میکنه عباس دیگر کجا میروی تو که آبرو دیگر نداری آبروی داره در این حال تیری دیگر آمد به چشم راست ابوالفضل سر را پایین کرد دلها را بلند آورد که به واسطه دو زانو تیر را چشمش بیرون کند ملعونی عمودی آخرین به دستش آمد عباس چه شد اون دستایت بود ملعون دیر آمدی وقتی که دست داشتم می آمدی تا برات نشان می دادم گفت عباس تو اگر دست نداری من دست در قدر دارم ابو عمودی آهنین به فرقی ابوالفضل نبا صدای ابوالفضل بلند شد و ابتا و علی و حسینا و اخا برادر جان برادر از را دریا که به برادر شده